سلام به همگی، به ویدیوی امروز مستر نیش نیش خوش اومدید. در روزهای اخیر در خیلی از مناطق جهان از جمله ایران به خاطر بارندگی‌های شدید سیل اومده. این ویدیو مربوط میشه به لحظه نجات دادن جون این گربه که در داخل یکی از سیل‌های ایران گیر افتاده بود. اینو هم اضافه بکنم که ظاهراً این ویدیو مربوط به سیل اخیر در شهر تهران است. توجه شما رو به ویدیویی از این پدر بزرگ ژیمناستمون جلب میکنم. این دوستمون داره تخم مرغ درست میکنه. بیرون پنجرهش رو نگاه کنید. در این ویدیو یک آزمایش جالب با براده های آهن و آهنربا رو میبینید که به خوبی وجود میدان مغناطیسی اطراف قطب‌های یک آهنربا رو نمایش میده. امیدوارم از ویدیوی امروز لذت برده باشین. در ویدیوی بعدی میبینمتون.